سینای عزیزم، خسته نباشی. مرسی که اومدید کنار ما و راجع به این موضوعی که الان قراره با هم صحبت کنیم یکم گپ بزنیم. مهمه. آره قطعا. من نظرم این بود که صحبت امروز و موضوع امروز راجع به وابستگی کودکان به صفحات مجازی باشه و خب به طب تاثیراتی که تو رشدشون میذاره، رشد روانی، فیزیکی و تو زندگی آیندهش. و در اصل یه تشابهی هم خودم اومدم این موضوع دادم به عصر سیل زدگی. یعنی به نظرم این وابستگی کودکان مثل یه سیلی میمونه که خیلی خروشانه، از یه جایی میاد و به یه جایی میره و خیلیا رو با خودش میشوره میبره و انقدر طولانیه که این خاکه همینجوری هی داره سست میشه و دیگه هیچ جایی نیست که روش بند شد. دوست دارم نظر تو رو راجع به این موضوع و این تشابهی که حالا من دادم بهش بدونم. زیبا بود، واقعا زیبا بود. نظر سیل اینطور در علوم تعریفش کنیم خیلی نظر قشنگتریه. میگه سیل شروع کننده پرحجمی داره و در نهایت یه رفتار مخربی داره، یه سری آثار مخرب داره و جمع جور میشه و میره. در مورد سیل همیشه میگن خب سیل نیست که آسیب بسیار رو ایجاد میکنه، اون تاثیرات یا رسوبات یا رفتار مخربی که انجام میده است که تاثیرات اصلیش. این مثالی در مورد سخن شما بزنیم، میگه وقتی روند استفاده از یک چیزی بیش از حد میشه، اون روند اولیش نیست، اون آثاری است که بر زندگیش میذاره. یعنی رسوبات سیل در خانه و زندگی افراد. همون شبیه ساز شما، سیل اومده رفته تموم شده، 2 روز بوده، 1 روز بوده، بالاخره یه زمانی حالا خانه این دسته افراد پر از رسوبات گله. حالا میونه حرفتون بعد از سیل هم یه سری تاثیرات داره. سیل زده ها قطعا دچار یه سری مشکلات میشن، به قول شما خونه هاشون دچار مشکل میشه، یه سری تاثیرات روانی میذاره اصلا روشون. هر شب ممکنه بترسه که نکنه دوباره سیل بیاد. همینطوره. خیلی از اتفاقات، مثال شما مثال قشنگی بود، خیلی از اتفاقات یعنی شبیه ساز زیبایی بود. شروعش و پایانش آنقدر مهم نیست که تاثیراتش در زندگی حال، آینده و حتی به قول ما آیندگانشون هست. یعنی به صورت موروثی وراثتی قراره برسه بهشون. در مورد بحثی که شما دارید میکنید نظر بسیار است. بسیاری از انسان‌ها نظر دارن که تکنولوژی کمک بر انسانه، یعنی اومده که به انسان‌ها کمک کنه و ما میتونیم اینطور مثال بزنیم که هر کمکی احتمال رفتار مخربی هم میتونه در زندگی انسان داشته باشه. اینجا این کمک که قراره بکنه تکنولوژی به ما، خب راحت‌تر شدن مسیر زندگی، دستیابی زودتر به اطلاعات و چیزهایی که حالا حول این ما داریم در این حواشی هست وجود داره. اتفاقا میونه کلامتون چقدر خوب شد از زاویه مثبت اول نگاه کردید به این موضوع، چون گارد آوردیم پایین ولی من میدونم که همچنان قراره اتفاقات نه علم مثبت. آخه علم به نظر ما پدیده مثبتی است، یعنی یک رویکرد مثبت در زندگی انسانیه. علم مثبته ولی روش استفاده از علم مهمه. ما میگیم تیغ به تنهایی به انسان کمک زیاد کرده، کمک کرده جراح بتونن باهاش جراحی کنن، کمک میکنه نفر بتونه صورتش رو شیف کنه باهاش، کمک میکنه بسته سخت و سفتی رو باز کنن باهاش، موکت ببرن باهاش. ولی این تیغ روش استفادهش مهمه. اگر اشتباه استفادهش کنی میتونی در ایجاد رفتار مخرب در جامعه استفادهش کنی. با تیغ جنایت هم میکنن، قتل هم میکنن، ولی کارهای مثبت هم باش انجام میدن. در مورد تکنولوژی و علم ما میگیم اگر رفتار استفاده از این موضوع رو آموزش ببینیم، ما میتوانیم ازش بهره برداری مثبت کنیم. زمانی که سیل میاد، کشورهایی که در سیل بسیاری معمولا زندگی میکنن مسیل‌هایی رو درست کردن که سیل رو هدایت میکنن و از آبش بهینه استفاده میکنن. ولی اگر سیل رو مسیر ندی و رفتارش رو درست نکنی میشه مخرب. آفرین. در مورد تکنولوژی ما میگیم تکنولوژی ارزشمنده، ارزنده است و کمک بسیاری داره به بشریت، چه امروز چه در هر زمانی که کشف شده و به سمت جلو میره داره کمک بسیاری میکنه. ولی بحث اصلیش این ولیه است. آیا رفتار درست و استاندارد رو نسبت به تکنولوژی میدونیم نمیدونیم؟ این میدونیم نمیدونیم است.
در فرضیه اول ما مثال رو اینطور میزنیم: یه کودکی با تکنولوژی آشنا میشه مثل پلی استیشن گیم، با تکنولوژی آشنا میشه مثل تبلت، مثل موبایل. فوق العاده است، یعنی آشنایی کودک با این ابزار بسیار عالیه، بهش ایده میده، دیده میده، فضای ذهنی میده. ولی در رفتار استفادهش این کودک کاری که انجام میده اینها رو بیش از حد استفاده میکنه یا در زمانهای نامناسب. این باعث اون رفتار مخربه میشه که در زندگی چه تاثیراتی داره. امروز به اتفاقی بررسی میکنیم ببینیم چه دیدیم در آموزش‌های خودمون. این خیلی مسیر مهمیه. اون چیزی که واقعا مشهود بوده در مهد کودک، سالن ورزشی، در فضای آموزشی که سالهای دوره داریم درش کار میکنیم در مورد این کودکان، ما چی دیدیم؟ یعنی ما از کتابی قرار نیست سخن بگیم که ننوشتنش یا قراره بعدن بنویسنش. ما قرار از یک کتابی بگیم که برگرفته از دل خودمونه، حقایق. چیزی که من تو دیدیم. این کودکانی که گیم زیاد بازی میکنن عرفان چیکار میکنن تو این سالن؟ متوجهم. درست. میزان فرمانبرداری پایینه، حواسشون بسیار پرته، که همیشه با هم به یه شوخی میگفتیم عرفان این معلومه پلی استیشن زیاد بازی میکنه. حالا به نظر دلیل اینکه بچه‌ها کشیده میشن به این سمت چی میتونه باشه؟ والا خب دلایل بسیاری هست. یکی از دلایل مثلا شفافش این نیست که خب پدر مادر مشغولن، سرگرمی ایجاد میکنن، کودک بره پی کار خودشون، هم پی کار خودشون، که خیلی هستن. ما میبینیم تو کافه نیستن، خودشون گپ میزنه، تبلت دادن دست بچه بازی کنه. تو سفر اومدیم خودشون دارن کامیونیکیشن میکنن، ارتباط میگیرن، با شما صحبت میکنن، میزنن میرقصن، یه تبلت هم دادن بچه اون گوشه بشینه حالا سرگرم باشه. این به نظر من مسکن کودکانه. بسیار در گذشته به کودکان چالشزا اصطلاحاً، کودکانی که حالا به هر دلیلی انرژی بیش از حدی داشتن، رفتار به ظاهر خانواده‌ها مخربی رو انجام میدادن، با دارو، مسکن یا شبیه سازهای اینها آرومشون میکردن. امروز به یه شکل دیگه مسکنه شده تبلت، شده پلی استیشن، مشغولشون میکنن که مزاحمشون نباشن، به کار زندگی فردیشون برسن. بحث اصلیش میتونه این باشه. حالا رفتارهای بسیاری، بحث‌های بسیاری هست که ما رفته با هم میکنیم در مورد این. قرار نیست همه رو یه جا بگیم چون درست. بسیار زیاده. دقیقا. ما انقدر تجربه داریم راجع به این موضوع که حین صحبت احساسی هم میشیم. اما اولش هم تشبیهش کردیم به سیل، از درون سیل بخوایم هی به چیز بکشیم بیرون، به قول تو خیلی زیاده، موضوعات فراوانه. آفرین. و این ادامه داره. خب به نظر تا اینجای بحث میتونه کفایت کنه؟ نه، ما بحثا که جهت آگاه سازی، شفاف سازی ذهن به زبان عمومی عامیانه‌ای که ما داریم تلاش میکنیم. خب همینطور که قراره تو این سلسله مراتب ویدیوهایی که قراره ما بدیم، یا به قولی پادکست هایی که قراره به خانواده ها یا حتی کسانی که فرزند ندارن میخوان فرزنددار شن، یا حتی هر کسی ما میگیم یه فرزند داره، فرزند خودشه، یعنی خود کوچکش رو بشناسه، در روند رشد زندگیش بیشتر بهش کمک میکنه. معمولا تو این مذاکرات و ویدیو کارگاه که من خودم میشینم طرف سخن هستم، خیلی احساسی میشم، چون کودک خودم رو هم به بیرون میکشم و معرفی میکنم. از اونجایی که خب کیس کودک یا فرزندانمون رو بسیار دیدیم و فعالیت کردیم، دونه دونه هم تو ذهن من ریویو میشن. وقتی میگم سیل سوشال مدیا، چند نفر میان تو ذهنم. وقتی میگم آثار مخربش، من مثل کسی میمونم که در حادثه زلزله بودم. یعنی این رو در کودکانمون دیدیم، در حادثه سیل بودم. وقتی شما راجع به سیل میگید، اول یه به هم ریختگی رو پیدا میکنید، میریزم به هم، بعد میام راجع بهش سخن بگم. عرفان جان شما میدونم که حتما همینطور هستید و لمس میکنید. من یه کوتاهی از این موضوع رو به شما بگم. ما میگیم آثار استفاده از این ابزار یا تکنولوژی چند اثر است. یک اثر در حال داره، یک اثر در آینده و یک اثر در آیندگان. اثر حال اثر شفافی است. کودک معمولاً دچار یه سری آرزه ها میشه، آرزه های اولیه. ما میگیم حواس پرت میشه، تنبل میشه کودک، دائما تصمیم داره به بازی ادامه بده یا تبلت یا گوشی دستش باشه، که ما به اینا میگیم رفتار اعتیاد آمیز، شبیه به اعتیاده. این رفتارهای اولیه است. چند تا دیگه هم میشه همینجوری گفت، شما به من کمک کنید اتفاقا. آره موافقم باهات، ولی
توی بحث اعتیاد که گفتیم هم میتونم بگم که این موضوع اعتیاده قاعدتاً توی بحث روانیش موضوع تنبلی رو به بار میاره که خودت هم اشاره کردی و خیلی دوست دارم که بکشونمش به بحث فیزیکی این موضوع، رشد جسمانی. و خب میدونی که قاعدتاً وقتی برای ساعتها بشینی جلوی یه صفحه مجازی یا صفحه دیجیتالی، قاعدتاً چه تاثیراتی توی جسم بدن، به خصوص اونم کودکی که تازه داره اون رشد جسمانیش اتفاق میفته میذاره، قاعدتاً توی اجازه دارم یکم علمیش کنم. آره توی اجازه همه چی هست. توی بحث جسمانی خب قاعدتاً اون تأثیراتی که توی ستون مهره ها میذاره و توی گردن میذاره، برای ساعت ها تو بشین یه صفحه رو ببینی قطعاً تأثیر گذاره، یه سری دردهای مزمن میذاره. همین موضوع میتونه توی عضلات، حالا بعداً مفصل ها و خود همین موضوعات میتونه باعث بی‌تحرکی بشه، یه سری کم توانی و ناتوانی میده. همین بی‌تحرکی باعث میشه که خب عادتاً کودک بعد از یه مدت دوست نداشته باشه حرکت کنه. همین عدم حرکت باعث میشه دنیاشو نشناسه و همین ناخودآگاه داره به بحث روانی هم کشیده میشه. این چقدر این دوتا رشد جسمانی و رشد روانی توی این موضوع میتونه خیلی تأثیر گذاره. همینطوره. و من دوست داشتم از اون بحث سیلی که حالا ازش رد شدیم یه اشاره هم به یه شعر داشته باشم اگه موافق باشی. یه شاعری هست به نام عرفی شیرازی، میگه هر جا که نگاه من و عرفی به هم افتاد، بر هم نگرستیم و گرستیم و گذشتیم. میگه بگذار اشتباه کنم، بگذار به خود نگاه کنم، بگذار کودکی کنم، تو نیز بیا با من کودکی کن. به من بیاموز که چگونه خود را دوست بدارم، چگونه تو را دوست بدارم و چگونه او را. مرا از سیل نگاه چشمهای امروز نجاتم ده. اون صحبتی که راجع به سیل کردیم اینجا خیلی به خصوص نشون داده شد. میگه منو از سیل نگاه چشمهای امروز نجاتم بده، منظور همون صفحات مجازی بود. و آخرش هم شبیه سازش کرد. درسته، آخرش هم یه تیکه بسیار جالبی هست. فکر نمی‌کنم زمانش به قولی تکنولوژی انقدر درسته، چون آخرش من اضافه کردم. آخرش هم یه نکته خیلی جالبی هست که دوست دارم به اشتراک بذارم. میگه که اینو از زبون یک کودک با زبون بی زبونیش گفتم. میگه من نخواهم که بدانم فراتر از حد توانم یا که اصلا بیشتر از حد بیانم. چون اگه دقت کرده باشی صفحات مجازی و دنیای مجازی انقدر کودکان رو علاوه بمباران اطلاعاتی میکنه. آفرین، بمباران اطلاعاتی کرده و گاهی وقتا میشینی توی جمعی یه سری کودکان هستن یه جوری صحبت میکنن که انگار خیلی بیشتر از حد خودشون میدونن. شاید اول خیلی بامزه باشه ولی بعدش انگار یه مقدار تو ذوق میزنه. چون دوست داری اون کودک کودکی کنه تا اینکه بشینه باهات همچین حرفای به قول عامیانه قول مثالون بزنه. بزرگسالان کوچک جثه. درسته. اینا بزرگسالانی هستن در رفتارشون که جثه‌شون کوچک و خب این خودش خبر خوبی نیست در جامعه کودک و بحث نقاط رشدی. در آینده حتما توی ویدئوهایی راجبش صحبت میکنیم. من برمیارم به نقطه‌ای که شما راجبش صحبت کردید، نقطه همون سیله و اتفاقاتش، بحث تنبلی و بحث دیسوردر و دیسابیلیتی و موضوعاتی که در کم توانی، ناتوانی یا اختلالاتی در زندگی اینها ایجاد میکنه. همون طبق صحبت اولیه‌مون یه بحث حال بود که توضیحاتی هم شما دادید در موردش. خب یه دردی رو ایجاد میکنه، دردناک گردنش، یه فوروارد هد گرفته رو به جلو سرش، یا کیفوزیس گرفته، نمیدونیم بیماری‌های ساختاری، قامتی، ستون فقرات. این بحث تاثیرات حالش، همه یه تاثیرات حال موضوعش اینه که ارتباط مستقیمی داره، چینینگ زنجیره است، میرسه به اتفاقات آینده. این مجدد میره در آینده کودک. در آینده کودک مثال دردها یا آرزوهای جسمانی که شما زدید، اولین اتفاقی که در کودک ایجاد میکنه درد، یعنی کودک رو کمکار میکنه، تنبل میکنه. درد یعنی پالس منفی که کودک رو از مسیر رو به رشد متوقف میکنه، کندش میکنه. این آرزوهای اولیه جسمانیش. تنبلی یعنی عدم ارتباط با دیگران، یعنی تمایلی خیلی نداره با دیگران دوستی کنه بره بیاد، چون دوستی همونطور که اسمش هست یا ارتباط نیازمند
جنبش فیزیکی و شیمیایی با همه. یعنی شما هم باید به بعد عاطفی داری، هم بعد مکانیکی داری، باید حرکت کنی، بری بیای ببینیش، سرش بزنی، بازی کنی باهاش. اینها میشه بعد فیزیکیش. یه بعد بگیم شیمیایی یا معنوی هم بعد مسائل عاطفی است که شما درون خود بتونی حل کنی. وقتی در شما هست، خیلی مسائل در شما کم رنگ میشه یا حتی از بین میره، دیده نمیشه. اینجا ما میگیم در حال تاثیراتش بررسی شده. در آینده خب کودک گیم ادیکتد یا کودک بگیم معتاد به استفاده از وسایل الکترونیک مثل تبلت، موبایل و گیم و کامپیوتر، اینها معمولاً پیشفرض اعتیادش بالاست. یعنی امتیازدهی اگر بخوایم بکنیم، کودکانی که درگیر این فضاها نیستن از 20 احتمال آلودگیشون مثلا 5 نمره است. کودکانی که اعتیاد به وسایل این چنینی دارن احتمال اعتیادشون از 10 به بالاست. چون اینا اعتیاد یه بار تجربه کردن، ترشحات هورمونی اعتیادی رو تجربه کردن، پس میتونن در آینده هم سیگاری بشن، الکلی بشن، یعنی همه رو به جنبه اعتیادش برسونن، وارد فضای اعتیاد آمیز اینها بشن. هر شکلی، هر چیزی که وجود داره. اینجا ما اشاره به آینده این کودکان میکنیم. آینده کودکان دغدغه قلبی ماست. یعنی نشستیم، هماندیشی میکنیم، مذاکره میکنیم، سخن میگیم حول کودک. سخن دیگه ای هم نداریم، چون این کودک، این جوجه باید بزرگ شه و تبدیل به یک پرنده یا یک موجود ارزنده‌ای در جامعهش بشه، در آسمانی که خدا آفریده و به این بزرگی بتونه زندگی کنه. این کودک که ما در دنیایی که میخواد زندگی کنه، از شکارچی هست، شکار هست، پدیده‌های آب و هوایی هست، سرما، گرما، اگه به یه پرنده تشبیهش کنید. پس خیلی دغدغه‌مندیم، خیلی نگرانیم، خیلی حساسیم روی این موضوع. به همین دلیل میگیم این آینده‌ای که برای ساختن در آسمان، پرواز کردن رو خوب نمیدونه. چگونگی کنار اومدن با دغدغه‌های آسمان رو خوب نمیدونه. یعنی دغدغه‌های اجتماعی، کاری، شغلی، چیزهایی که براش پیش میاد. و اصلا مهمتر احتمال داره اعتیاد به نشستن پیدا کنه دیگه. تنبلی رو پیشه کنه و در خودش بمونه. اینجا من یه مثالی میزنم، میگم شاید شبه اوتیسم بشه. یعنی چی؟ یعنی کودک دیجیتال میتونه نزدیک به اوتیسم باشه، چون در خودماندگیش رو داره تجربه میکنه. کودکی که توانایی ارتباطش میاد پایین. ما میدونیم یکی از بزرگترین دغدغه‌های کودکان اوتیسم ما ارتباط گیریه. این کودک هم خب خودش به صورت تزریقی، با توجه به اینکه ارتباطش رو در رو نیست، نمیتونه با افراد رو در رو صحبت کنه، رفته در یه ارتباط مجازی خیالی داره با اونا در ارتباط میگیره. یه کودک هم در کودکانی که درگیر اختلال اوتیسم هستن، ما میگیم با خودش ارتباط گرفته، با وسیله بازیش هم گرفته، با یه قطاری داره دور میزنه. درست. ولی نمیتونه با جامعهش ارتباط بگیره. یه شیر آبی بازی با پا میزنه روش، ساعت‌ها ارتباط داره، ولی با چیزی نمیگه. با یه نخ میتونه ارتباط بگیره. حالا دلیل علمیش چی هست؟ امروز قرار نیست مثلا دلیل علمی اینا رو موشکافی کنیم. گفتمان نیست حول آگاه سازی افراد در جامعه که بدونن اینها خوب هست، ولی با دانشش، با رفتارشناسیش. در صفحه بعدی آیندگان دانشمندان بر این باورن که تاثیرات دو تکنولوژی بر رونویسی‌های DNA، RNA، یعنی بحث‌های علمی ژنتیک بسیار بالاست. به همین دلیل تاکید میکنن تا میتونید کمتر، مخصوصا در کودک بسیار تاکید میشه. در سنین پایه کودک، در 6 سال اول زندگی کودک تاکید بسیاریه. کودک فقط بازی باید بکنه، بازی‌های اکتیو. استفاده از تکنولوژی در حداقل ترین حالت، کمترین حالت. حالا از داستان بی‌حوصلگی و کمتوانی و ندونستن بازی‌ها و از بعضی وقتا شاید نخواستن کودکانی که به دنیا میان و از این موضوعات ما خب یه حربه‌ای پیدا می‌کنیم به نام اینکه اینو بده بهش و بریم به زندگی زیبای خودمون برسیم. آره، اتفاقا راجع به این موضوع خیلی از خانواده‌ها هستن که برای اینکه اون اوقات تلخی بچه‌هاشون رو ازش فرار کنن و ساکت کنن بچه‌شون رو وقتی داره مسکن. این تبلت یا حالا صفحات مجازی رو میدن دستش و از این موضوع رهایی پیدا میکنن و این چقدر میتونه، به نظرم میتونه برابری کنه با یه نوع از خیانت. موافقم 100%. یکی از ابعاد خیانت به کودک، یعنی یکی از ابعاد آزار کودک در حال آینده و آیندگان.
این سه زمان رو تاکید میکنیم، حال، آینده و آیندگان. اینا کارهایی که انجام میدن سلب مسئولیت تربیتی است که خودش یکی از بزرگترین کودک آزاری ها محسوب میشه. غالب انسان ها کودک آزاری ها رو دارن در قالب های فیزیکی و موارد بد میبینن، خیلی بد، آشفته. ولی خب بزرگترین کودک آزاری که امروز در دنیا اتفاق میفته پدیده غفلت از نیازهای کودک. اولین و مهمترینش نیاز به آموزش کافی است. ما در تمام ویدیوها قرار روی اینا تاکید کنیم. دومی نیاز به بازی کافی است. سومی نیاز به توجه کافی است. اینقدر داریم از این کلمات کافی که ما بخوایم که چیزی بذاریم و کافی رو انتهاش بذاریم که اینا رو ازش میگیرن. پس نه به کودک آزاری اینجا. اینا همه غفلت، پدیده غفلت و جا ماندن از کودک پدیده است بسیار وحشتناک. ترسناکتر از پدیده‌های اجتماعی بزهکاری. حتی این خودش بزهکاری بزرگی که پدر مادرها نسبت به کودکانشون انجام میدن. فکر کنم وارد فاز تربیت کودکان شدیم. درست میگم؟ این خودش کلی صحبت داره. بله بله، منطقاً ما همیشه میگیم بحث تربیتی شاید یه 5000 سالی کتاب داره، شاید هم بیشتر. بعد حالا نویسنده ها بنویسن، افراد دانا بخوانند و سعی کنن این رو اجرا کنن. ما در بحث تربیت یه بحث علم داریم، یه بحث اجرای علم داریم. خب این خودش بحث آزاردهنده امروز در جامعه. ما افراد آگاه زیاد داریم، افراد آشنا زیاد داریم، ولی افراد به قولی پذیرشگر و مجری نداریم. امروز در جامعه، من در پایین سخنمون یه چیزی رو بگم، همه مادران، پدران، عزیزانی که معمولاً فرزنددار میشن به لطف تکنولوژی بمباران اطلاعاتی میشن، بالاخره کتابی میخونن، یک به قولی مطالعه سرچ میکنن، چت جی پی تی، دنیای ای آی یا هوش مصنوعیه، یه ورودی بهش میکنن. فقط آگاهن عرفان جان، فقط آگاهن. در منطق علوم روان میگه آگاهی تأثیری در زندگی شما و روش درستش نداره. شما آگاه که شدی باید بتوانی استفادهش کنی، اجراش کنی. شما یا آگاهی دیگه، موبایل میخری ولی استفادهش نمیکنی. فقط آگاهی. مثل اینکه شما موبایل داری ولی استفاده نمیکنی در جهات چیزهایی که میخوای. امید من به اینه که به لطف همنشینی هایی که مکررن میخوایم داشته باشیم با عزیزان عالم و دانشمند در این حوزه، بیشتر و بیشتر و بهتر، حتی با کیفیت بیشتر و بهتر، ما بتوانیم یه آگاهسازی بهتر و بینه‌ای بکنیم که افراد بدونن با آگاهی راهکاراش هم بهشون بدیم که بتونن استفادهش کنن. بسیار عالی. بریم به سمت اونی که باید بریم. خیلی عالی. ممنونم از شما. درود بر شما. متشکرم. بسیار خوش گذشت. برای شما همچنین. امید دیدار تا بعد. بسیار عالی. خدا نگهدار.